70,000 گروه از امتان من به جنت به حساب کتاب داخل می شوند میگویند و دوامش رو میگویند آنهایی هستند که لا یسترخون و لا یقطعون و علی ربهم یتوکلون. آنها نزد کسی رفته به من دعا خوان نمیگویند، با آتش خودشان رو سوزانده معالجه نمیکنند، به الله توکل میکنند. یعنی در زمان جاهلیت اگر هیچی یگان کس یگان بیماری نداشته باشد هم با آتش خودش رو میسوزانید که گویا که به من کسلی نرسد گفته، مثل اینکه چشم نرسد گفته در جای ما بعضی کارها میکنند. و به نزد یک نفر به من دعا خوان گفته رفتن هم الکی گویا که تو به الله نزدیکتر هستی، یا که بعضی وقت حتی در او بعضی شفاها رو میبینن. و از صفت اینها چه است؟ آنها یگانه به الله توکل میکنن و به یگان بنده، نه در مسئله سلامتی نه در مسئله دیگر چیز یگان خیلی تکیه نمیکنن.